سلام، به فصل اول خوش اومدید. همون جوری که بهتون قول داده بودم، فصل اول این آموزش قراره یه مقداری متفاوت شروع بشه. شما قرار بود بیایید از من بلاگری و فروش رو یاد بگیرید توی اینستاگرام، ولی با توجه به اینکه میدونم و ایمان دارم همه چیز از ذهن ما آدم ها شروع میشه، جلسات اول رو با بحث ذهنی شروع کردیم. بحثی که اگر با ایمان مطلق بهش فکر کنی و باورش کنی و هر چی رو که گفتم بدون چون و چرا فقط انجامش بدی، بهت قول میدم کمتر از 48 ساعت آینده نتایجش رو توی زندگی خودت میبینی. در تمام طول این 14-15 سالی که توی کسب و کارهای مختلف بودم، فروش رو آموزش دادم، خودم آموزش دیدم و کارهای مختلفی رو انجام دادم، بر یک باور و روی یک باور واحدی رسیدم. ما آدم ها توی زندگیمون به اون چیزی که لیاقتش رو داریم نمیرسیم. ما آدم ها توی زندگی به اون چیزی میرسیم که باورش میکنیم. باورهای ما از ذهنیت ما میاد. به همین دلیل فصل اول رو با ذهنیت شروع کردم که آمادتون کنم که آموزش‌های بعدی توی کسب و کارتون براتون کار کنه. خب، همه چیز ذهن است. یعنی چی؟ هرچی بریم جلوتر اول بازش میکنیم که خود ذهن یعنی چی و شما چجوری با ذهنتون میتونید توی زندگیتون توی کسب و کارتون رشد داشته باشید. فقط اشتباه برداشت نکنید، چون همه چیز ذهن است. قرار نیست پاتو بذاری رو پاتو دیگه همینجوری زندگی تغییر کنه، شرایط برای تغییر کنه. چرا دارم روی کسب و کارتون اساسیات به خرج میدم؟ چرا دارم آموزش های کسب و کاری بهتون میدم؟ چون قسمتش هم در دست خودتونه و تلاش های خودتونه. همه چیز ذهنه و همه چیز از ذهن ما عبور میکنه. اولین رازی که به ما نگفتن، خیلی خوب دقت کنید، اولین رازی که با ما نگفتن چیه؟ چرا خیلی وقتا تلاش کردیم، آموزش دیدیم، دوره تهیه کردیم، زمان زیادی رو برای کسب و کارمون گذاشتیم، ولی بازم اتفاق خاصی توی زندگی ما رخ نداده. چرا یه نفر تلاش کرده با خیلی سطح پایینتری از شما، با زمان گذاشتن خیلی پایینتری از شما، ولی اتفاقهای متفاوتتری توی زندگیش رخ داده؟ جای چه چیزی توی زندگی ما خالیه؟ یک علمی رو نداریم. بچه‌ها، هر چیزی رو که بخوای جنسش از انرژیه. یعنی چی؟ یعنی بر فرض مثال اگر شما یک ماشین BM 528 بخوای، در این ماشین رو ببری بذاری زیر ذره‌بین، دست آخر شما به چی میرسی؟ به اتم‌های سازندش میرسی. اتم‌های سازنده و تشکیل دهنده اون ماده. حالا وقتی اتم رو میشکافی توی هسته اتم، شما به انرژی میرسید. پس همه چیز از انرژیه. حالا تو انرژیت و فکرت روی هر چیزی باشه، همون چیز خلق میشه. انرژی در قالب و بعدهای مختلف خودش رو نشون میده. بر فرض مثال خیلی ساده، من این پرزنتور رو میخوام، این از انرژی تشکیل شده و داره خودش رو به صورت یک جسم به ما نشون میده. تو این ماشین رو میخوای، این ماشین از انرژی ساخته شده، اتم‌های تشکیل دهندش کنار هم این بعد و این شکل رو تشکیل دادن. همه چیز انرژیه. یعنی در واقع اول و آخر شما چی میخواید؟ شما انرژی. انرژی منظورم به اون انرژی برای حرکت و ادامه حیات نیستش. یه رابطه خوب میخوای، جنس ساختار یک رابطه خوب تهش برمیگرده به انرژی. درآمد بالا میخوای، تهش برمیگرده به انرژی. هر چیزی رو، خونه خوب میخوای، ماشین خوب میخوای، شغل خوب میخوای، محیط کار خوب میخوای، هر چیزی رو که بخوای برمیگرده به انرژی. پس اینجا یه نتیجه میگیریم، تو باید خودت رو هم فرکانس کنی با انرژی اون شی یا اون جسم یا اون رابطه یا هر چیزی که میخوای. انرژی تو با انرژی جنس و جسمی که میخوای باید یکی باشه. حالا چطور؟ در ادامه فایل های بعدی بهتون میگم. رفتار لیزری برای جذب سریع خواسته هاتون. شما به هر چیزی توجه کنید، همون رو به زندگیتون دعوت میکنید. ما آدم ها در اصل آهنرباییم
ولی چه آهنربایی؟ آهنربای جذب انرژی و تشعشعات محیط اطرافمون. تمرکز شما به صورت لیزری روی هر چیزی باشه، همون توی زندگی تو اتفاق میفته. تمرکزت روی یک رابطه خوب باشه، رابطت خوب میشه. تمرکزت روی بالا رفتن درآمدت باشه، درآمدت بالا میره. میدونم داری به کجا فکر میکنی. توی اسلاید بعدی اونجایی که الان بهش فکر کردی رو بهت میگم و خودت شوکه میشی که چجوری تونستم اون سوالی که توی ذهنت هستش رو حدس بزنم. هر آن چیزی که تو بخوای و بهش توجه کنی وارد زندگیت میشه. حالا توجه تو روی چیه؟ توی محیطی که بزرگ شدی، توی محیط اطرافت، توی دوستات، توجه ها روی چی بوده؟ توجهت روی اخباره، توجهت روی حرف مردمه، توجهت روی اتفاقات روزه، توجهت روی اتفاقهای سیاسی اجتماعیه. تمرکزت روی اینه هی به ما گفتن پول تو دهن شیره، پول به سادگی به دست نمیاد، پول که علف خرس نیستش. توجهت روی این حرفاست که از گذشته زدن. توجهت روی حرف پدر مادر عزیزانت هستش که میگن نه نمیشه، نمیتونی. خب همونها داره توی زندگی تو اتفاق میفته. توجه و تمرکزت روی هر موضوعی که باشی همون وارد زندگیت میشه. چرا؟ چون قانون ارتعاش و جذب کلمه نه رو نمیفهمه. ذهن ما به همون اندازه‌ای که هوشیار و باهوشه به همون اندازه خنگه. یعنی اگر بگی من رابطه بد نمیخوام، ذهن شما بد رو وارد زندگیتون میکنه، چون چی؟ کلمه نه رو نمیدونه. پس به فقدان و عدم اون جسم، اون شی در زندگیت فکر نکن، چون ذهن شما در هر صورت نه رو میگیره. از کلمات و عبارتهای مثبت استفاده کن. بیا توی اسلاید بعدی یه شبهه به همه حرفای خودم میخوام وارد کنم. چرا بعد از سالها بهش نرسید؟ یکی از دوستان به من گفت خب اوکی آقای برام، همه حرفای شما درست. من الان 1 سال دلم یه 207 مشکی میخواد، عکسشم روی بک‌گراند گوشیم گذاشتم، پس چرا هیچ اتفاقی برای من نیفتاد؟ کاملا حق با این عزیز ما هستش. 1 سال این عکس رو روی بک‌گراند گوشیش داره، ولی هر روز داره به حسرت به عدم داشتنش فکر میکنه و هر روز میگه چرا نشد؟ چرا نیومد؟ چرا من این رو توی زندگیم ندارم؟ توی رفتار لیزری بهتون گفتم برای اینکه شما بتونید یک چیزی رو به زندگیتون دعوت کنید، باید تمام تمرکزتون رو بذارید روی داشتن اون وسیله، نه نداشتنش. حالا اینجا این عزیز اگر بیاد مایندستش رو تغییر بده و هر روز به جای اینکه با حسرت بهش نگاه کنه، به این فکر کنه که داردش و از داشتنش لذت ببره، اون وسیله وارد زندگیش میشه، اون اتفاق توی زندگیش رخ میده. ولی بازم میگم یه قسمتش برمیگرده به اینکه شما بابت خواسته هاتون و هدفاتون تلاش کنید. قرار نیست بشینید همینجوری خودش اتفاقی بیفته. ولی با این مدل فکری تمام جهان هستی و کائنات دست به دست هم میده که این اتفاقات توی زندگی شما سریعتر رخ بده. خب فرمول جادویی برای رسیدن به خواسته 2 تا نکته داره. 1، بی توجه باش به واقعیت الان زندگیت. الان کاری نداشته باش چقدر درآمد داری، تو واقعیت و تمرکز ذهنت رو بذار روی اون درآمدی که میخوای. به این توجه نکن الان چه رابطه‌ای داری، واقعیت و تمرکز زندگیت رو بذار روی اون رابطه‌ای که میخوای. به شرایط امروزت فکر نکن، به شرایط امروزت گیر نده، چون استاک میشی، گیر میکنی توش. اینه که ما معمولا آدم‌ها خیلی هم تلاش میکنیم ولی به چیزی نمیرسیم، چون همه چیز ذهنه که میسازه و ذهن توئه که باید هم فرکانس با خواسته هاش باشه، چون یاد گرفتیم توی اسلاید دوم همه چی انرژیه. حالا برای این که به خواسته هات برسی بی توجه به واقعیت الانت باش و اینو بدون که برای دنیا نیاز شما مهم نیست، توجه شما مهمه. تو نیاز داری مثلا به درآمد ماهی 100 میلیون تومان، دنیا نیاز تو براش مهم نیست، توجه تو براش مهمه. بازش میکنم، توجه تو الان روی عدم این 100 تومن در ماه هست، همین اتفاق میفته. توجه تو روی اینه که داری لذت میبری و توی ذهن خودت بابت داشتن شکرگزاری میکنی، همین اتفاق میفته.
تمرکزت کجاست؟ خودتو حلاجی کن، خودتو بکش بالا، بذار بیاد بزنه بالا فکرهات. ببین دقیق تمرکز و توجهت تا امروز کجا بوده. خب ایمان چیه؟ این تعریف و تعبیر از ایمان چیز عمومی نیستش. تعبیر و تعریف منه که برای من و توی زندگی من کار میکنه. ایمان یعنی اون چیزی که الان نداریش رو ببینی. یعنی تو یه 207 مشکی میخوای و الان نداریش. ایمان یعنی این که واقعا ببینیش، احساس کنی در همین لحظه حال اون شی رو داری. همش مثالای مختلف میذارم که فکر نکنید زندگی فقط به دست آوردن چند تا شی و پول و مال و ماشینه. زندگی بی نهایت ابعاد وجودی داره و توی بعدهای مختلف وقتی ما کیفیت مطلوب و بالایی داشته باشیم حس خوشبختی به ما دست میده. بیاد یه مثال براتون بیارم. تبدیل رابطه خراب به رابطه سالم یا عاشقانه. یک نفر با پارتنرش، با زن، شوهرش، دوست دختر، دوست پسرش، کاری نداریم، رابطه نامطلوبی داره، رابطه‌ای داره که خوب نیستش. توی رابطه جنگ و جدل و دعوا وجود داره. به جای اینکه تو هر روز بیای تمرکزت رو روی خرابی‌های رابطه بذاری و روی اون بخشایی از رابطه بذاری که کیفیتش به دلت نیست، هر روز بیا برعکس نقاط قوت رابطت یا دقیق اون رابطه مطلوبی که توی ذهنت میخوای بهش برسی رو بنویس و بابتش شکرگزاری کن. یعنی رابطت الان رابطه‌ای که دعوا توش زیاد داری، رابطه خوبی نیستش، حالت خوب نیست تو رابطت، بیا برعکسش رو تو کاغذ بنویس، تو دفتر بنویس. خدای شکرت که من یک رابطه سالم و پر از خوشبختی و صلح و آرامش دارم. اون و بابتش در لحظه حال شکرگزار باش. یعنی دقیق اون جایگاه مطلوبی که میخوای بهش برسی، اون جایگاه مطلوبت رو به لحظه حال باور کن که الان توشی. اگر احساس نکنی الان توی اون حالی، اتفاق نخواهد افتاد. یعنی مدام اینو دارم میگم تا آخرم میگم، نکته کلیدیشه واقعیت الانت رو نبین، اون چیزی رو که میخوای رو ببین. یه داستان در مورد خودم بگم که چجوری توی دل ورشکستگیم با باورهام خیلی سریع اومدم بیرون. خیلی دور نیست، چند ماه قبل، 6-7 ماه قبل، یه اتفاقی توی زندگی من افتاد که یک بخشی از تلاش‌های گذشتم رو از دست دادم به همین سادگی و بی‌ارزشی که الان دارم به راحتی برای شما تعریفش میکنم. به جای اینکه نق بزنم و خودم رو توی اون شرایط بد ببینم و به خودم گیر بدم بگم وای پدرام دیدی بدبخت شدی، فلان شد، بهمان شد، همه چی تو از دست دادی، به واقعیت اون لحظم توجه نکردم. به اون نقطه مطلوبی که میخوام داشته باشم توجه کردم و به آنی نکشید مسیر بازم جوری برای من هموار شد که توی 3-4 ماه، کمتر از 3-4 ماه، به نقطه مطلوبتری نسبت حتی به گذشتم رسیدم. در کنارش کار، تلاش، استمرار و همه اینهای خودم هم بود. حواست باشه این دوتا با هم کار میکنه. اینکه شما تو خونه دستتو بندازی پشت گردن، تو پاتو بندازی رو پات بگی خدای بفرست، همچین چیزی وجود نداره. این توهمه. نمیخوایم زرد صحبت کنیم، میخوایم سفید باشیم با هم. دنیا ماشین، الان اینو براتون توضیح میدم که چه اینجا کشیدم. دنیا ماشین اثبات باورهای شماست. به هر چیزی که باور کنی زندگیش میکنی. من توی همون دل دورانی که پیش اومد برام چند ماه قبل، اومدم آلارم گوشیم رو روی هر 1 ساعت، اصلا تمرینه باید انجامش بدید شما هم، آلارم گوشیم رو روی هر 1 ساعت ست کردم که اگر شرایط بیرونی به من فشار آورد من برگردم بازم به حالت بالا. چی رو به من یادآوری میکرد؟ اون نقطه مطلوبی رو که میخواستم. 1 ساعت یه بار آلارم گوشیم زنگ میخورد و میگفت نوشته بودم رو آلارمه خدایا شکرت که من الان در این شرایط هستم. اون شرایط مطلوبم رو نوشته بودم و وقتی که آلارم گوشی من زنگ میخوره، توی هر شرایطی که باشم فرقی نداره، کارم رو، هر چیزی رو تعطیل میکنم، 1-2 دقیقه میرم توی اون حال خوب با اون ماجرایی که میخوام و بابتش شکرگزاری میکنم. دقت کردید چرا خانواده های پولدار
بچه هاشون هم غالبا پول دارن و خانواده هایی که فقر توشون هستش نسل به نسل فقر رو انتقال میدن. ازتون خواهش میکنم یه کوچولو به این موضوع فکر کنید، فرافکنانه با دید باز بهش فکر کن. اونی که بابا بزرگش فقیر بوده، اونی که پدرش فقیره، نمیگم لزوما خودشم فقیره، ولی غالب جامعه همینه. نهایتا یه پله کم نسبت به والدینش بالاتره. چرا؟ چون ما میبینیم و میشنویم و یاد میگیریم. توی یک خانواده پولدار تنها چیزی که میبینه، اصلا اینو ول کن که طرف ارث باباش بهش رسیده، خودش چیزهایی رو که میبینه ثروت، دارایی، حال خوبه، شرایط خوبه و چون تمرکزش روی خواسته هاشه و تمرکزش روی نقاط خوب و مثبته و منفی ها رو نمیبینه، چون توی شرایط اوکی دیگه به هر حال نمیبینه، همین ها هم براش پیش میاد. همینه که میگه خوش باش خوشی خوشی کشاند. ولی اونی که توی یه خانواده‌ای که فقر بوده از اول، با اون بیس بزرگ شده اومده بالا، توی اون بیس زندگی کرده و فقر رو باور کرده، هر جا خواسته ای داشته خواستش به خاطر شرایط بد مالی روش سرکوب شده. اینو بذار حالا بعدم، بذار بابای حقوق بگیره سر برج، حالا نداریم، حالا شاید ماه بعد، نه این برای ما نیست، این برای از ما بهترونه و مدام این افکار ذهن ما رو ساختن. بذار یه مثال برات بیارم از یه لوکیشنی توی تهران که میری به پایینتر، میره رو به جنوب شهر، میره رو به لوکیشن هایی که غالبا افراد با بضاعت مالی پایینتر زندگی میکنن، روی بیلبوردها نوشته قناعت کن، نمیدونم کم باشه حلال باشه، جملاتی از امام ها و معصومین گذاشتن نوشتن. میای وسط شهر بیلبوردهایی با تبلیغات چه میدونم فروشگاه های مختلف که بیا قسطی بخر دیگه، بدون چک خرید کن، با چک بخر، بدون نیاز به ضامن. میای رو به بالا شهر، میای رو به لوکیشن های خوب، هرچی بیلبورد میبینی تبلیغ ساعت رولکس و جواهرات و طلا فروشی فلانو. ببین ذهنت برای فقر برنامه ریزی شد، هیچ راه حلی هم نداری به جز اینکه ذهنت رو از اون فقره بیاری بیرون. به واقعیت الان توجه نکن، خیلی هم سخته میدونم. دست میکنی توی جیبت میبینی چیزی توش نیست، چجوری به پولداری فکر کنم؟ راه حل دیگه ای نداری. از اون جملاست که هر روز توی پیجم میگم همینه که هست، یه دونه از همینه که هستا به خودت بگو همینه که هست واقعیت امروز زندگی. میخوای باورش کنی که همین رو بازم تجربه کنی یا نه؟ اگه جوابت به خودت نبود، حرفای منو با ایمان انجامش بده. نزار بیپولی و فقر باهات تا آخرش همراه باشه. چرا خیلی از این قانون‌ها نتیجه نمیگیرن؟ ببینید بچه‌ها، یه فرمول 3 مرحله‌ای بهتون میگم. درک این فرمول 3 مرحله‌ای باعث سرعت بخشیدن به نتیجه گرفتن شما میشه. چون خیلی ها این قانون ها رو هم سالهاست میدونن. از این قانون ریز جزئیاتی که دارم براتون توضیح میدم باعث خلق نتیجه میشه و این کلیتش رو خیلی ها دیگه میدونن. ولی این قسمت باعث میشه که شما ازش نتیجه بگیرید. یک، خواستت رو باید به زمان حال، الان بازش میکنم، تصویر سازی کنی و احساست رو باهاش درگیر کنی. چرا خیلی ها حالا نتیجه نمیگیرن؟ چون خواستشون رو به زمان حال باور نمیکنن که بتونن باهاش تصویر سازی کنن و دست آخر احساسشون رو باهاش درگیر کنن. میریم روی یه قانون 3 مرحله‌ای، 3 تا کار برای گرفتن نتیجه پایدار. دیدید بعضی وقتا خوبید، سرحالید، خوش انرژید، یه اتفاقای خوبی هم بعدش میفته، ولی فرداش اینجوری نیست، پس فردا پس فرداش اینجوری نیستش. یا دیدید یه روزی حالتون اومده اتفاقای بعد پایدار میفته، ولی شاید یه روز بعدش اینجوری نباشه.
مهم پایداری احساس شماست. 3 تا کار برای گرفتن نتیجه پایدار. 1. خواستت رو به زمان حال داشته باش، یعنی حس رسیدن به زمان حال. احساس کن همین الان خواستت محقق شده. توی لاین دوم باید باهاش تصویر سازی کنی، نقطه مطلوب منطقی. در این رویا پردازی کنی، بیفتی توی تله رویا پردازی. حالا توی فایل‌های بعدی مفصل‌تر اینو بهتون میگم. نقطه مطلوب منطقی، توی که تا امروز با مترو رفت و آمد میکردی، خیلی توقعی بی جای 6 ماه دیگه پرش داشته باشی. هر کسی هم اینو بهت گفت بزن تو دهنش از قول من. سلسله مراتب داره که بعدتر توی فایل‌های بعدی برات توضیح میدم. پس حس رسیدن به زمان حال رو داشته باش، ولی با تصویرسازی نقطه مطلوب. تا امروز درآمدت ماهی 10 میلیون تومان بوده، الان احساس کن به لحظه حال این ماه حقوقتو گرفتی، 15 تومان گرفتی. و تصویرسازی کن که اون پول تو حسابته. حالا حست رو باهاش درگیر کن، احساس رو درگیر کن و نتایج پایدار بگیر. باهاش خوشحال باش، بیا تفاوتش رو لمس کن توی زندگیت. هر ماه 10 تومن اومده توی حسابت، الان 15 تومن اومده. ببین چه حسی داره، خودتو با اون حساب با اون احساس درگیر کن. این درگیری احساس توی این 3 مرحله نتایج پایدار به شما میده. این باورها باید تکرار شود. یعنی شما اگر این باورها رو توی پروسه تکرار نیارید، اتفاقی نمیفته. یعنی خیلی ها میگن خب آقای بهرام من نوشتم خواستم، آقای بهرام من این کار رو هم انجام دادم، آقای بهرام این اتفاق هم افتاد، من اومدم خواستم به لحظه حالم باور کردم ولی نمیدونم چرا. حالا میپرسم میگم الان تو 1 ماه هر روز این حس رو داری؟ میگه نه واقعا یه بار نوشتم گذاشتم کنار. در تکراره که به شما جواب میده. یعنی باید هر روز این حس رو داشته باشید. وقتی مدام انجامش بدی نشونه هاش ظاهر میشه. ببین بهتون قول میدم بعد از یک مدت کوتاهی نشونه هاش توی زندگیتون ظاهر میشه. مسیرش براتون خلق میشه. خیلی وقتا من یک مسیری رو میخوام، مثلا میخوام ماشینم از فلان ماشین تبدیل بشه به فلان، که مثلا الان 5 میلیارد مثلا براش پول کم دارم. خواستم رو دارم، شاید یه ماه دیگه این اتفاق نیفته، ولی اگر بینا باشم، بصیر باشم، میبینم زندگی منو وارد شرایطی کرده که شرایط رسیدن بهش رو برای من سهلتر یا نزدیکتر کرده. همه اینها رو ببین. معجزه، ببین چقدر مهمه که اینقدر دارم روش تکرار میرم. معجزه زمانی اتفاق میافتد که به شرایط فعلی توجه نکنید. شرایط فعلی نتایجی مشابه شرایط فعلی برای شما به بار میاره. شرایط رو باید تغییر بدی. چجوری؟ با توجه نکردن به شرایط فعلیت. اون نقطه مطلوب، هی دارم میگم اون نقطه مطلوبت رو باید داشته باشی. ازتون یه خواهشی دارم، در رابطه با این فایل و با این موضوع صحبت نکنید. من قبل از اینکه این فایل رو ضبط کنم خیلی با خودم فکر کردم که آیا این فایل رو اصلا بدم، این فصل رو به دوره فروش و بلاگریم اضافه کنم یا نکنم. چرا میگفتم نکن؟ گفتم شاید خیلی از بچه‌ها هنوز ظرفیت و پتانسیل شنیدن همچین اطلاعاتی رو نداشته باشن. بعدن گفتم اوکی من میدم این اطلاعات رو و امیدوارم حالا از چند هزار نفری که قرار این دوره رو ببینه، امیدوارم حداقل 100 نفرش عین اون چیزی که من میگم رو درک کنه و اجراش کنه، چون زندگیتون متحول میشه. این اطلاعات رو قبلا فقط توی کوچینگ‌های خصوصی که چند صد میلیون تومان بچه‌ها بابت چند ماه دارن هزینه پرداخت میکنن میگفتم، ولی دلم خواست این بار یه خورده پابلیک‌تر و عمومی‌تر بگم. چرا؟ چون دیدم نتایجش رو، هم نتایج دست خودم هم دست مراجعه هام. الان نوبت تو ازش استفاده کن، ولی در مورد این مطالب با کسی صحبت نکن. میگه آخه آقای بهرام این مطالب خیلی جالب بوده، اگه من رشد کنم بذار به خواهرم هم بگم اونم رشد کنه، به داداشم بگم اونم رشد کنه.
هنوز چون نتیجه دست خودت نیست میگم برو بابا چرت و پرت میگی. بابا این قانون جذب همه چرت و پرته. چرا؟ چون نتیجه دستت نیست. تا زمانی که نتیجه دستت نیست با کسی در مورد اینها صحبت نکن، بهت باور نمیکنن. خب ببینید شما نمیتونید کسی رو تغییر بدید. منم در قالب یک معلم اینجا ایستادم اینها رو توضیح میدم، شما به حرفام گوش میدید. بابت این مطالب پول داری گوش میدی، دیگران به حرف شما گوش نمیدن، نمیتونید تغییرشون بدید. پس الکی حرف اضافه من. باید نتیجه دستتون باشه و تمرکز 100% رو بذار رو رشد خودت، کاری به دیگران نداشته باش. وقتش برسه دیگران همینها رو میشنون ازتون. خب در صورت خوردن سم نتیجه نمیگیری. یعنی اگه همه کارهایی رو که من بهت گفتم و انجامم بدی، اگه سم بخوری نتیجه نمیگیری. سم چیه؟ تلویزیون، دیدن فیلم‌های چرت و پرتی که صدا سیماها دارن برای ما پخش میکنن، از بچگی توی کله ما کردن. خانواده هایی که فقیرن، دیدی چقدر مؤمنن؟ دیدی همشون دوره سفره جمع میشن، اسم پسراشون هم علی و حسن و حسین و محمده، اسم دختراشون هم فاطمه و زهرا و معصوم است. همه خوشحالن، همه سر وقت میان خونه، همه سر یه سفرن. از کودکی دارن به ما فقر رو آموزش میدن. حالا اون خونه پول داره، توی فیلم اسم پسرشون رامین بود، بعد شب با 206 مشکیش برمیگشت، دخترش هم تا نصف شب بیرون بود، بعد یهو دعواشون میشد، بعد مامان باباه قهر بودن با هم، یه خونه دوبلکس داشتن، مامان قهر میکرد بدو میرفت پایین، میرفت بالا، شقده رو میبست. مردم توی حال روی مبل میخوابید. به ما یاد دادن پولداری بدبختی به بار میاره. توی تک تک بیلبوردهایی که توی سطح شهر هستش داره فقر رو به تو یادآوری میکنه، به جز لوکیشن های بالا. به خیلی از دانشجوهام، کسایی که شرط مالی نسبتا خوبی دارن، میگن بابا خونه‌تو توی اون لوکیشن وسط شهر یا اون جای نسبتا خوب معمولی بفروش، برو پایین شهر یه خونه بخر اجارش بده، با مابقی پولت برو بالا شهر یه خونه رهن کن. چرا؟ چون اونجا ذهنش اتومات برنامه‌ریزی میشه برای ثروت بیشتر. برو پایین شهر حس غم میگیری، برو بالای شهر توی لوکیشن‌های خوب هیجان زده میشی. تشعشع‌های اونجا و انرژی‌های اونجا فقر و مریضی، تشعشع‌ها و حس و حال اونجا ثروت و برکت و فراوانیه. پس اولین کاری که می‌کنی تلویزیون رو خاموش کن، نگاه نکن. من 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال نمیدونم چقدر تلویزیون ندیدم. نمیمیرید، نترسید. موزیک سالهاست که اگر دقت کنید موزیک هایی که ما داریم میشنویم همش یا غمگینه یا خودکشیه یا شکست عشقیه. قبلا نمیدونم یه خواننده خیلی باب شده بود، اسمش چی بود؟ کی؟ خراتا. عزیزم تیغ اولو بزن بذار چرا؟ ببین چقدر بد اینا ذهن ما رو، چند سال چقدر خیانت زیاد شده. دقت کن اینا همش ریشه داره. چقدر خیانت زیاد شده، چقدر نامردی زیاد شده، چقدر شکست عشقی خوردن زیاد شده، چقدر مادیات پرستی زیاد شده. چرا؟ این آهنگ ها از اوایل دهه 80 ذهن ما رو برنامه ریزی کردن برای الان و الان داره اتفاقاتش رو میبینیم. پس خاموش کن، موزیک هم گوش نده. دوستای سمی، آقا هر جمعی که سمی بود نرو، هر دوستی که حرف منفی زد باهاش حرف نزن، کات کن رابطت رو باهاش. به خدا هیچ کدومتون توی زندگیتون به اندازه من دوست نداشتید. همه رو اینجوری ریختم بیرون. دایره زندگیمو خالی کردم، تمرکزم رو گذاشتم روی خودم و خواسته هام. پس نترس. آخه دوستم نکنه دلخور بشه. دوستت بذار دوستت باشه. تو یک بار لخت و عریان خدا بهت اجازه داده پا بذاری روی این زمین و لخت و عریان هم از این زمین میری. دوستت نه باهات اومده نه باهات میره. پس خودت به فکر خودت باش. حالا خیلی ها میگن آقای برام عزیزای صمیمو چیکار کنم؟ پدرم و مادرم و والدینم و داداشم. تو که نمیتونی خواهرتو ول کنی، نمیتونی با برادرت قطع ارتباط کنی. توی هر جمعی که قرار گرفتی
صحبت ها رفت رو به سیاست و اخبار و حال بعد، خودت سر صحبت رو عوض کن. من پدر بزرگ بسیار نازنین و عزیزی دارم که به محض اینکه میشینه شروع میکنه از شرایط بد سیاسی و اجتماعی و جامعه و گرونی و تورم صحبت میکنه. عزیز دلمه، بابا بزرگم، اصلا نور چشممه. ولی به محض اینکه شروع میکنه به حرف زدن، یه حرفی میارم وسط. آقا جون راستی چه خبر از فلان موضوع؟ میشه اون خاطره رو که اون سری تعریف کرده بودیم مجدد بگی برامون؟ آقا جون میشه اون فلان اتفاقی که افتاده بود چی بود جریانش؟ یهو از یه اتفاق خوب توی زندگی خودم براشون تعریف میکنم، بحثو دستم میگیرم، اجازه نمیدم کسی حرف اضافه‌ای بزنه که روی ذهن و ناخودآگاه من تاثیر بذاره. شرایط در کنترل و دست شما، سختش نکنید برای خودتون. خب چند تا خوراک ذهنی معجزه‌گر بهتون میگم. اینجا چیزی نموند بهتون بگم؟ نه. چند تا خوراک ذهنی معجزه‌گر میخوام بهتون بگم. کتاب. این کتاب‌ها رو بخونید، شده کتاب صوتیاش رو بخونید. اگر میتونید کتاب کاغذی بهتر ارتباط میگیرید کتاباشو بخرید. یک کتاب قدرت، فوق‌العاده، کتاب فوق‌العاده‌ایه. راز، معجزه سپاسگزاری، وای اصلا بچه این کتاب سپاسگزاری فوق‌العاده است. پول و قانون جذب، تعالیم ابراهام و بیاندیشید و ثروتمند شوید. این 6 تا کتاب رو یک بار نه، 2 بار نه، چندین بار و به کرات بخونید. اگر مثل من پدرام بهرام حوصله خوندن کتاب کاغذی ندارید، من چون خیلی آدم عجولیم و نمیتونم زیاد یک جا بمونم، خسته میشم، کتاب صوتیشو گوش میدم، هندزفریمو میذارم تو گوشم، حتی گاهن خلاصه هاشو گوش میدم، ولی گوشش میدم، چندین بار گوشش میدم که درکش کنم. ورودی مناسب بدید تا خروجی مناسب بگیرید. ببینید این کلمات و این عبارات همشون سلسله مراتب و پشت هم و در تکراره. چند دقیقه داریم ضبط میکنیم؟ 20-40 دقیقه. اوکی. بچه‌ها ورودی هاتون رو مثبت کنید که خروجی هاتون مثبت باشه. 2 تا بشکه، 2 تا دبه رو توی ذهنتون بیارید، یکیشون رو مثبت یکیش منفی. این مثال حالا میارم جلوترم براتون بازتر. یکیش منفی و یکیش مثبته. فکر کن یکیش پر از کثافت و حال بده، درش بازه، هر کثافت و حال بدی بیاد چون درش بازه میریزه توش، به بغلم بخوای بریزیش بازم کثافت و حال بد میاد بیرون. حالا تو در اینو ببند، یه دونه نایلون بنداز روش، یه دونه کشم بکش دورش، سرشو محکم ببند، در مثبت رو باز کن. فقط اجازه بده مثبت بگیری و مثبت بدی. ببین چه اتفاقهای عجیب غریب خفنی توی زندگیت رخ میده. پس ورودی هاتون رو تغییر بدید. توهمی رفتار نکنید. قشنگترین قسمت ماجرا. باید قانون تکامل رو رعایت کنید. من این بر فرض مثال که تا امروز با اسنپ رفت و آمد میکردم، الان باید توقع یک پراید رو توی زندگیم داشته باشم. اینو به دست آوردم، باید توقع یک 207 رو توی زندگیم داشته باشم. بعد یک مثلا ماشین آزرا، بعد یه ماشین مثلا پورش. منی که تا دیروز با مترو رفت و آمد میکردم، خودم رو میگم، بی خود میکنم بگم من تا 6 ماه دیگه باید یه پورش بخرم. نه عزیز من، و چون بهش نمیرسی مایوس میشی. ببین چون بهش نمیرسی مایوس. خیلی هم میگن من 6 ماه تمرکزم رو گذاشتم رو خواستم چرا نمیرسم. خب عزیز من، تو توی 6 ماه قانون تکامل رو رعایت نکردی. موفقیت پله‌ای آسانسوری نیستش، فرکانس هم پله‌ای عوض میشه. تمام. این از اسنپ تا بی ام دبلیو رو من اسنپ تا پورش براتون مثال زدم. هدف گذاری باید پلکانی باشه. اگر درآمدت این ماه 50 میلیون تومانه، ذهنت رو بیا روی 70 بذار. ذهنت رو نذار روی 150. چرا؟ چون بازم بهش نمیرسی مایوس میشی. بسته به مدارتون هدف تعیین کنید. ببین من مدارم بالاست. 10 سال 12 سال دارم روی ذهنم کار میکنم. 14 سال واقعا دارم روی ذهنم کار میکنم. مدار خودم رو آوردم بالا، روی خودم خیلی کار کردم. فکر کنید این بدنسازیه. مثلا 14 سال دارم وزنه میزنم، بدنم قوی شده.
الان خیلی راحت تر میتونم اقدام کنم برای بلند کردن وزنه‌های سنگین تر. حالا فکر کن کلا مثلا من 65 کیلو بودم، یه بدن استخونی بدون عضله ضعیف داشتم. بعد میگفتم الان میخوام یه وزنه 120 کیلویی بزنم، خب نه نمیشه، کمرم پاره میشه. پس حواستون باشه، بسته به مدارتون هدف تعیین کنید. شما هر خواسته ای داشته باشید بهش میرسید. باور کنید میرسید بهش. کافیه باورش کنید. افراد موفق چطور به خواسته هاشون میرسن؟ مستر ادیسون. آقای ادیسون چند سال روی اختراع لامپ زمان گذاشت و چند هزار آزمایش شکست خورده داشت. اینجا ما به یه نکته میرسیم. باید اراده داشته باشیم بچه. یعنی تا ما اراده نداشته باشیم، روی هدفمون مصمم نباشیم، اتفاقی نمیفته. ولی ادیسون توی ذهنش باور کرده بود که همچین اتفاقی میتونه بیفته. پس روی رسیدن به اون اتفاق پافشاری کرد و توی مسیر بهش رسید. حالا 2 کار رو باید انجام بدید. 1. ایجاد تصویر ذهنی، یعنی نقطه مطلوبی که میخوای بهش برسی رو تصویر سازی کن، تو ذهنت داشته باشش. من هر روز خواستم رو خود من هر روز خواستم رو تصویر سازی میکنم و میبینمش که دقیقاً چی میخوام. اگر گاهن خیلی صدا میره پایین، یهو میاد میره بالا میاد پایین، بچهای پشت صحنه اینجوری میکنن میگن آرومتر حرف بزن. 2. نگه داشتن تصویر ذهنی. اون تصویر ذهنی مطلوبت رو نگه دار. نه برای 1 روز تصویر سازی کنی ولش کنی، باید هر روز توی ذهنت داشته باشید. از فقر به ثروت. ریراک کسی بود که مکدونالد رو به دنیا معرفی کرد. صاحبین اصلی مکدونالد توی یک شهر خیلی کوچیک توی آمریکا اول هات داگ فروشی داشتن، بعد یک غرفه برگر فروشی زدن. خیلی هم مطرح بود، خیلی هم مشهور بود. نزدیک به یک فکر کنم زمین فوتبال بود چیزشون، برگر فروشیشون، ولی تو همون اسکیل کوچیک مونده بود. ریراک چون به دنبال هدفش بود، اول اصلا یه دستگاه های قهوه فکر کنم، دستگاه تایپ یا قهوه همچین چیزی میفروخت ریراک، اونم بازاریاب بود. شهرهای مختلف رو میگشت. خیلی خوب گوش بده، درباره مسیر میخوام باهات صحبت کنم. ریراک یه زندگی خیلی معمولی داشت با همسرش. بازاریاب یک شرکت بود که یه دستگاهی میفروخت، نمیدونم دستگاه عکس برداری بود، نمیدونم چی بود، قشنگ یادم نمیاد. هی میخواستن ناامیدش کنن که این دستگاه به درد نمیخوره، تو نمیتونی بفروشیش، این فلانه، این اینجوریه اونجوریه. ریراک ناامید نمیشد، حتی دستگاه رو میذاشت پشت ماشینش، با وجود اینکه دستگاه خیلی سنگین بود، میبرد از این شهر به اون شهر میگردوند که بلکه از این دستگاه بفروشه. ولی چون هی توی مسیر خواستش بود و باور کرده بود که میتونه موفق بشه، درسته از طریق فروش این دستگاه ها ثروتمند نشد، ولی با اون 2 برادری که مکدونالد رو درست کرده بودن، برادران دونالد، آشنا شد و کار به جایی رسید مکدونالد و فرانچایزش شد مال ریراک. و الان مکدونالد ثروت اصلیش از فروش برگرهاش نیستش، ثروت اصلیش از ملک‌هایی که در تمام کشورهای دنیا داره و فکر کن از بازاریابی تا صاحب یکی از بزرگترین برندهای دنیا. یا مدیر هتل‌های هیلتون. مدیر هتل‌های هیلتون خودش یک کارمند خیلی معمولی توی یک هتلی بود. میومد چی کار میکرد؟ میومد شبا لباس مدیریت میپوشید و مدیر بازی میکرد، به قول خودش حس هتلداری میگرفت، احساس میکرد این هتلی که توش کار میکنه مال خودشه. یه کارمند خیلی معمولی، ولی چون روی هدفش موند و ذهنش باور کرده بود، با وجود اینکه از پرسنل خیلی معمولی اون هتل بوده، ذهنش چون باور کرده بود که قرار مدیر یک هتلی بشه. هتل‌های هیلتون در تمام دنیا اسم داره و مال کسیه که زمانی خودش توی یک هتل کارمند خیلی معمولی بوده. مهمترین نکته این فایل برای بار چندم:
به شرایط فعلیتون توجه نکنید. ازتون خواهش میکنم داستانتون رو ضبط کنید طبق قانون تکامل. ببینید من خودم این کار رو انجام دادم. یک وایسی با گوشیم ضبط کردم و تمام خواسته هام رو نسبت به قانون تکامل ضبط کردم. به قانون تکامل یعنی یک پله بالاتر از امروزم و هر روز همین وایس ها رو دارم با حال خوب گوش میدم. تو ماشین باشم، تو اسنپ باشم، تو دفتر باشم، شب قبل خواب باشه، بعد از بیداریم باشه، سعی میکنم این فایل رو 1 دقیقه از خواسته هام به زمان حال بابت شکرگزاری کردم. مثال براتون میارم. مثلا من یک ماشین مثلا BMW 528 میخوام. گفتم خدای شکرت که من یک BMW 528 دارم و هر روز دارم از استفاده کردنش لذت میبرم. ممنون بابت برکتی که به من دادی. به لحظه حال نوشتم و هر روز گوشش میدم. با ذوق گوشش میدم. خوب نکاتش رو گوش بده. بابتش شکرگزاری میکنم و این تکراره که ما رو به نتیجه میرسونه. دستورالعمل واقعی رسیدن به خواسته ها. بیایید بنویسید. مثلا 1/9402 هستش و من میخوام هدف گذاری کنم برای 1/10,1402. میام چی کار میکنم؟ به لحظه حال مینویسم خدای شکرت که الان 1/10 اون لحظه‌ای که رسیدم بهش رو مینویسم. 1/10,402 روز چهارشنبه است و مثلا من فلان میزان پول در حسابم قرار گرفته است. درآمد تا الان مثلا 70 میلیون تومان بوده، الان میخوای 100 تومان بشه. برای 1 ماه آیندت مینویسی خدایا شکرت که در تاریخ فلان تاریخ اون روز رو که من فلان مبلغ به حسابم واریز شده است. ببینش. حالا پایینش بنویس با این پول میخوای چیکار کنی به زمان حال. خرجش کن. چیزی رو که حتی نداری. بله. چرا؟ چون گفتیم به شرط فعلی توجه نکن. میخوای باش آیفون بخری، ایرپاد بگیری، چه میدونم یه سفر باهاش بری، خرجش کن و بنویس که من اینها رو با این پول خریدم و شکرگزار باش و ازش لذت ببر از فکرش. طوری بنویسید که حس بهتون بده. یعنی مینویسی با ذوق بنویس. چرا؟ چون توی اسلاید دوم و سوم گفتیم یعنی در اصل ما چی میخوایم؟ همه آن چیزی که ما میخوایم انرژیه و دنیا آهنرباست. آهنربای چی؟ آهنربای انرژی، آهنربای خواسته های ما. خواسته های ما از انرژی، چه خوب چه بد، چه فقر چه خوشبختی. تمام. خب اینجوری نیست که هدفی بگذاری بعد بگیری بخوابی. من پدرام بهرامی که دارم در مورد اینا باهاتون حرف میزنم برای لانچ این دوره آموزشیم قبل از ضبطش روزانه 17-18 ساعت روش کار کردم. هر روز چه میدونم چندین ساعت من شاگرد خصوصی دارم، هر روز 20 تا دارم استوری براتون میذارم، مدام دارم اطلاعات میدم، پست ضبط میکنم براتون. الان کسایی که منو خیلی وقت دنبال میکنن میبینن سالهاست من روزی نبوده که پست نذارم، استوری نذارم، هر روز حضور داشتم. پس اینجوری نیست که خواستم رو داشته باشم بعد بگیرم بخوابم. نه، خواستم رو باور میکنم، براش تلاش میکنم، زمین و زمان دست به دست هم میدن که منو در مسیری قرار بدن که به خواستم برسن. حالا یه قدم ور میداری 1000 قدم میاد به سمتتون. به چطوری هدف فکر نکنید بچه، به چرایی فکر کنید. وقتی که به چطوری فکر میکنید من چطور به هدفم برسم، چگونه به هدفم برسم، سخت میشه. ذهن منطقیت میاد بالا، میگه خب باید اینو انجام بدی، باید اونو انجام بدی، باید این کار رو انجام بدی، اینو بکنی اونو بکنی و ذهن منطقیت بعد از چند ثانیه میبینه نمیتونی و کلا میکشه کنار. چون ما 3 تا ذهن داریم. حالا در ادامه براتون توضیح میدم اینها رو هم توی قسمت بلاگری، چون مربوط به اونجاست دیگه، اینجا نیاوردمش. توی اون قسمت ذهن منطقیت وقتی بیاد بالا اجازه نمیده، چون کارش حفظ بقای تو. ببینه داره وارد سختی میشی میگیرتت، نمیذاره رشد کنی. پس به چراییش فکر کن. چرا من باید به این خواستم برسم؟ حالا اگه یه چرایی داشتی، مثلا من میگم به خاطر آینده بچه ها، به خاطر زنم، به خاطر پدر مادرم، به خاطر هر چیز یه چرایی برای خودت بیار. خودت بهتر از هر کسی میدونی چراییت چیه. یه چرایی بیار، به چگونگی و چطوری فکر نکن. تمرین برای افزایش سرعت رسیدن به خواستم.
هدف خودت رو به یک جمله تأکیدی تبدیل کن. یعنی اگه هدفت یک هدف طولانیه، تبدیلش کن به یک جمله تأکیدی و در طول روز به لحظه حال بگو و شکرگزار باش بابتش. خدایا شکرت که من هر ماه مثلا 100 میلیون تومان درآمد دارم. الهی شکر. ولی پلکانی نری 5 تومن درآمدت بنویسی 100 تومن. شب قبل از خواب 10 دقیقه قبل از خواب این 10 تا هدفت 5 تا هدفت که به جمله تأکیدی تبدیلش کردی بیار بنویسش. ذهن شما قبل از خواب نزدیک به حالت آلفاست و ذهن منطقیتون تا حدی خوابیده. اون لحظه خیلی بهتر برای شما جواب میده و همچنین صبح بعد از بیداری فوراً این کار رو انجام بدید. تبدیل به روتین زندگیت کن. همونجوری که هر روز صبح از خواب بیدار میشی، چه اینا در صورتتون میشوری، مسواک میزنی، صبحونه میخوری، این قبل از اوناست. روتین زندگی شما هستش. پس منظم انجامش بدید. و شاه کلید ماجرا. بتهوون شاهکار موسیقی کلاسیک دنیا میگه برای اینکه در موسیقی موفق بشی 3 تا راه حل داری. تمرین، تمرین، تمرین. و منم اینجا بهت میگم اگر میخوای از این فایل نتیجه بگیری هیچ راهی نداری به جز تکرار، تکرار و تکرار. شما در تکرار به نتایج مطلوب پایدار میرسید. خیلی از خدای خودم سپاسگزارم که این فرصت رو به من داد که این فایل بسیار مهم رو براتون ضبط کنم. بریم سراغ مطالب اصلی که قرار بوده توی این دوره به شما آموزش داده بشه.